وزیر معارف پیشین اومده من گفت که امکانات محدود که داری ممکن است تر خونه های مکتب پیش کردم. سال 2015 تلاش های دانش آموزی داوودی 12 ساله خاتمه می یافت. اگر بیبیش پافشاری نمی کرد دوباره به مکتب نمی آوردش. مگریستان مولیدن پایلی چه سر لیت ایرا مخوندم. هر صبح چون دیگران داوود به کار می رود او بعد ختم دانشگاه کولاب در مرکز زرشیده بانو به معیوبان درس کامپیوتر می دهد. هدف من میره که باید هر یک معیوب باید بخونه بدونه چی نیست. او میگوید شخصان امکانیتشان محدود حقوق به زندگی همرنگ دیگران را دارند. باید نظر مردم به آنها تغییر یابد. برای که بسیار کودکان معیوب در خانه‌شان اتاقشون ارکا کدگی در خانه‌شون شتاگی خوابن. هوا فکر نمیکنن که وقتی که پدر مادرشون که میگذره بعد او را پدر کی نگاه میکنن. داوود نقل می کند او را در مکتب و دانشگاه برای معیوبیش طعنه می زدند اما او را نشکستند. معلمان میگفتن که بخونه دانشگاه من با تمام نکی من کوشش کردم که تو مخنه بچه من وارد کنم. او سواری عرابچه معیوبی به مکتب می رفت آن را کنار گذاشت و قدم زد. در دانشگاه نیز او را به تحصیل فاصلوی گرفتند اما باز هم نخواست از دیگران فرق داشتنش را بپذیرد. من کوشش کردم که برم بدار چون که من میخواد گفتم من ببینم مثل اولم تنهاییست نکنم. داوود 3 ساعت کار میکند. برای شاگردانش مثال روشنی است که توانسته با چسب و تلاش ها به اینجاها برسد. داوود جان میتواند ما نمیتوانیم. ما هم از همون امکانیت ها ما محدودیم که اونا دارند. بیبی داوود میگوید دایم نگران تقدیر او بود. پدر و مادرش او را سراغ نمی کنند. هر یک پای زندگی خودند. داوود بعد از سر زدن به دهها اداره های دولتی کار یافت و بیبیش آرام گرفت. امروز به مقصدش رسید دیگه توکلش به پروردگار کریم. روز تا 6 شاگرد به درس داوود می آیند. میگوید معلمی کار سخت است اما میخواهد شاگردانش معیوبیشان را مانعی برای رشد و رسیدن به آرزوها نبینند.